در که شما چیزی را بگوین، مثلا در مورد تاریخ فرضاً بگوین که تاریخ افراطیگری 100 سال است و بگوین که نه بیادر من این موضوع باور ندارم، یک 30 سال بیشتر نمیشه. شما بگوین نه من در فلان تاریخ خواندم، یک قسم است پژوهشگرا سرش کار کردن، تحقیق کردن، فکر میکنه قناعت کنه؟ سرازی برمیگردیم که چرا قناعت نمیکنه. من 5 عامل یا پتانسیل هایی که به افراطیگری می انجامه اینجا براتون خلاصه توضیح میتونم. کل سلایدها 4 تا بیشتر نیست، میخوایم وقت بگیریم. اولیش که اشاره هم شد مسئله هویت است. انسان ها به صورت ذاتی ما طوری برنامه‌ریزی شدیم. چی شما باورمند به خلاقیت به خلق آدم باشین، اما روایت دینی که انسان ها آدم و حوا اولین انسان ها بودن خلق شدن، چی به تئوری تطور یا تکامل داروینی باور داشته باشین، اون مهم نیست. مهم است که انسان ها موجودات اجتماعی هستند. هیچ انسانی در خلا شکل نمیگیره. امی که شما یک وقت متوجه میشین که خود یعنی چی، این خود در ارتباط با دیگران شکل میگیره. او این مستم، او مادرم است، او پدرم است، او برادرم است، او دوستم است، همسنشیم است. ما کیس های بسیار محدود داشتیم، مثلا طفلی که گم شده در جنگل کلان شده، در او زبان شکل نمیگیره، تصوری از خود در او شکل نمیگیره. در یک دوره از زندگیش بعد از 5 بخصوص از ابتدای تولد تا 5-6 سالگی بسیار مهم است و در این دوره اگر در محیط و اطرافش کسی نباشه و یک محیط بالنده نداشته باشه، طوری که خانم فتایی اشاره کردن، برش بسیار مشکل میشه و بالندگی و نمو و رشد اتفاق نمیفته دو شکل باید. هویت برای انسان ها بسیار مهم است. من کی هستم؟ ما چند مدل هویت داریم، چند لایه. مرد هستم یا زن هستم یا چیز دیگه در اون مورد، معلم هستم، پدر هستم، برادر هستم، شوهر هستم، کارمند هستم، تاجر هستم یا هر چی. اینا لایه های مختلف در داخل خانواده یک رقم هویت، در بیرون در اجتماع دیگر رقم هویت، لایه های مختلف داره و انسان ها بسیار نیازمند هستند. به اون خاطر هم است که یکی از نمونه‌هایش که وقتی دوستا به خاطر بنابر دلیل مهاجر میشن، یکی از عواملی که بسیار برشان استرس وارد میکنه نیست، چون از محیطی که به آشنا بودن کنده میشن، آن نمیفهمن کی هستن. از بسیار افراد من دکتر بودم ولی نمیفهم چه کنم که زندگی خود. بخاطر از اینکه هویت دکتر بودنش بسیار مهم است. سر از کار که زحمت کشیده تا تونسته به جای برسه. و می شکل چیزای دیگه. یکی از عوامل نیست. وقتی فرد بنا به هر دلیل متوجه از این میشه که هویتش پاشان است، یک بحران در او شکل میگیره، امکان از این وجود داره. برای هم افراد نه، ولی بعضیا آسیب پذیر میشن. وقتی در یک گروهی وارد میشن، این گروه برایش این هویت میته. خود ما عضو فلان سازمان هستم. ما در مورد تنها گروهای دینی نداریم. این بحث تندروی در مجموع است. شما در بین تندروهای چپی افغانستان هم هستن، پیدا داشتیم و هنوز هم داریم که در اون خیالات هستن که به صورت بسیار تندروانه وقت که وارد شدن انگار که یک جهان دیگه‌ای در اونها شکل گرفت. یعنی هویت سبب شد که دست به کارهایی بزنن که در موارد شایسته نبود. دومش حس تعلق و پذیرش است که با هویت بسیار همبستگی داره. ما دوست داریم که جزئی از یک گروه بزرگتر باشیم و در اون گروه ما رو بپذیره، ما رو قبول کنه. همین چیزی که هستیم، مثلا در بخصوص فرهنگ افغانستان احترام، که خب من اینجا در این محفل آمدم و من احترام کردن یا نکردن، ما دق میشیم، خفه میشیم از مردم. اگر کسی مثلا تا متوجه نشه سلام ما رو نده، اصلا ما خراب میشه، دیگر روز شکایت میکنیم. و این بسیار مهم است. این در نیازی است در درون هر انسان. سومین عاملی که میتونه آسیب پذیر کنه افراد، زخم خوردن‌های روحی است، صدمه‌های روحی است و صدمه‌های عاطفی. بنابر دلیل ما این صدمه‌ها را در دوران کودکی در خانواده یا در محیط کوچک ولی در کلانترش ما در سطح کشور تجربه کردیم به عنوان یک ملت. افغانستان متاسفانه بنا به هر دلیلی از
محدودیت‌های جغرافیایی و سیاسیش بگذاریم، یک لابراتوار یک آزمایشگاه شده برای قدرت‌های بزرگ و در اینجا سر ما اکثر اکسپریمنت کردن میرن، تجربه و آزمایش میکنن و در این فرایند همه ما به نحو کم یا زیاد زخم خوردیم، یا در جنگ یا در بیجا شدن ها، در مهاجرت ها، بیخانه شدن، کنده شدن از محیط آشنا. و این همونطور که اشاره کردم به این معنا نیست که همه گیر افراطی میکنه یا تندرو میکنه، ولی افرادی که آسیب پذیرتر هستند بیشتر آماده میسازه. مورد بعدی بی‌عدالتی و سرکوب است. شما بسیار یک مرور مختصر تاریخ معاصر انجام بدیم و اگر وقت داشتیم به گذشته حتی در هر جامعه که سرکوب باشه، در اون جامعه احتمالی که روندها و فرایندها و سازمانهای تندرو شکل بگیره بیشتر است و افغانستان یکی از نمونه‌اش. مورد بعدی که خانم فتحی مفصل‌تر به اشاره کردن روش‌های تربیتی است. کودک‌ها پدر و مادر خود قهرمانای زندگی خود می‌پندارند، حداقل تا 10-15 سالگی، و معیار خوب و بد، خیر و شر، پاکی و ناپاکی، زشتی و درشتی از این مسیر اتفاق میفته. مرحله بعدش مکتب و مدرسه و دانشگاه و یاست. و اگر در این مراحل کسایی که ارائه کننده علم و دانش و فهم و معلومات هستند از روش‌های استفاده کنند که متمایل به افراطی‌گری باشه، این کودک‌ها تغییر پذیر هستند، یعنی قبول میکنن به عنوان واقعیت. و این روش به شکل سیاسی نظامیش میبینیم که کشورهای مختلف، رژیم‌های مختلف بسیار با موفقیت انجام میدن. خب سوال است که خب گروه‌های تندرو چطور افراد به خود جذب میکنن؟ یعنی چی جذابیت در اونها وجود داره که کار اتفاق میفته؟ مگر نمیدانن که یه آدم میکشن یا مثلا سرکوب میکنن یا مثلا حقوق زن ضایع میکنن، ولی با وجود همه ازیا خریدار دارن، بازار دارن، بازارشون گرم هم هست. یکیش منادی است. در هر جامعه یا اجتماعی خرد و بزرگ که بحران معنا به وجود بیاید، یک خلا ایجاد میکنه و در اون خلا هر کسی که فعالتر باشه بازارش گرمتر میشه. ما این بحران در افغانستان در طول حداقل 50 سال در آن تجربهش هستیم. معنایی که بحران زده شدن از دین، بحران زده شدن از هر ایدئولوژی سیاسی دیگه، بحران زده شدن از فرهنگ. افغانای ما میاد بین خودشون باشد سوال باشه خب فرهنگ ما چقدرش خوب است، چقدرش بد است، کجایش سبب خجالت میشه، چقدرش سبب افتخار میشه. ولی اگر این شدیدتر شود نفر کنده میشه، از او زده میشه، احساس حقارت میکنه و دنبال یک چیز دیگه میخواد بره که برش معنا بده. و این خالیگاه مثلا قرائت‌های افراطی پر کرده متاسفانه با پشتوانه‌های زیاد مالی و سیاسی هم. کار دیگه‌ای که گروه‌های تندرو میکنن است که قدرت و حس برتری میتن با آدم. خب تو که اینا رو بیایی در عموم مسیری که اینا رو تربیه میکنن که اینا رو تو با معلومات چی شدی مسلح شدی که تو رو از دیگران بهتر و برتر میکنه. تو یک مسلمان بهتر شدی، پاکتر شدی، تو یک آدم یک فعال بهتر شدی به عبارت. و این سبب میشه که افراد به خصوص اگر اینمی حس برابری را در دیگه جاها نداشته باشن و ندیده باشن و تجربه نکرده باشن، آسیب پذیر میشن و از این طریق زودتر جذب میشن. مورد بعدی ماجراجویی و قهرمانی است. اگر نگاه کنین اکثر افرادی که یعنی به صورت آماری اگر نگاه کنین، چون طیفش زیاد است، ولی در آمار اکثر افراد نوجوان‌ها و جوان‌های حدود 20-25 سال هستند و در این دوره با نظر به اینکه تغییرات هورمونی و فیزیولوژی در بدن اتفاق میفته، حس ماجراجویی در افراد بیشتر است، ریسک پذیری در اونها زیادتر است و اینا آسیب پذیرتر میسازه، تلقین پذیرتر هم هستند. دنبال هستند که جان عوض کنن. هر کدام ما و شما حالا تنده‌ای به جایش، ولی در دوران بین 15 و 30 بسیار ایدئالیست هستیم
دوست داریم که جهان تغییر بدیم. اون قصه مشهورش دیدین که نفر تازه در دوران نوجوانی میخواد جهان تغییر بده، باز چند سالی که میگذره میگه نمی قاره خود تغییر بدم، بعد میگه کشور خود، بعد شهر خود، که باز پیری که میرسه کاش خود تغییر میداد. و این حکایت مهم است وقتی چیزی که واقعا هم ست میکنه از نظر روانی در زندگی. مورد بعدی که انپوشانی داره با سلاید قبلی است تعلق است که من به کی تعلق دارم، بخصوص چی بیشتر اتفاق میفته وقتی ما از محیط خود کنده میشیم، در یک محیط پرتاب میشیم که او آشنایی نداریم، انسان در یک بحران عجیب قرار میگیره و دوست داره که جای وصل باشه. این وصل بودن جز ذات آدمی است و هیچ وقت برطرف نمیشه. و اینمی خالقا بازم گفتم اگر محیط‌های بالنده‌ای در محیط بعدی نباشن، هر فرد دیگه که نمو پتانسیل داشته باشه و زمینه‌ها داشته باشه یا مؤسسه یا سازمان یا مسجد یا گروه یا هر چی که میخواد باشه میتونه که اون نفر به خود جذب. مورد بعدی که اتفاقاً این تا حد زیادی هم افراد در اون محق هستن و برحق هستن، مسئله عدالت‌جویی و عدالت‌خواهی است. شما اگر ببینید مثلا از یک زاویه دیگه میخوام نگاه کنم که بسیار منفی نباشه، فیلمی که ما میبینیم یا داستانی که میخوانیم داستان قهرمان است. فیلم‌های دی که در افغانستان می‌بینیم بچه فیلم یا دختر فیلم و در می‌بینیم بچه فیلم یعنی قصه طوری شروع میشه که یک بی‌عدالتی بر حقش صورت میگیره. بسیار از فیلم‌های تیپیک ایندی بود که مثلا پلیس خیانت میکنه یا یک زورگوی در منطقه است میره پدرش رو میکنه یا میکشه کاری و این بچه اون کینه در دلش هست که وقتی بزرگ شد انتقام میگیره. شما این کلانتر نگاه کنید، یک کشوری که آسیب پذیر است، بعد کشورهای زورگو میاین و دوباره سرکوب میکنن. خب چی اتفاق میفته؟ مردم مقاومت میکنن، سر بالا میکنن، قیام میکنن. یعنی یک مقدارش کاملا بجا هست، عدالت خواهی و اون حس عدالت‌جویی در او هست، ولی امکانی از این وجود داره که نمو به شکل دیگه مورد سوء استفاده قرار بگیره و زمینه افراطگری را و تندروی را مساعد کنه. روش‌هایی که گروه‌های تندرو به کار میگیرن، من فقط چند روش عمده را اشاره میکنم. اولینش که بسیار مهم است انسانیت زدایی از دیگران یا دیهیومنایزیشن، یعنی که دیگران ما انسان نبینیم. شما هر کیس قتل، شکنجه، سرکوب و بی‌عدالتی را که مطالعه کنید، در اکثر موارد، یعنی همش در اکثر موارد کسی که عامل شکنجه است یا عامل قتل است یا عامل جنایت است، نخست طرف مقابل یا قربانی را از انسانی بودن پایین میندازه. نیور دیگه به چشم انسان و امنو نمیبینه. این زمینه را از نظر روانی و عاطفی مساعد می‌سازه که این اعمال زشت و ناروا را انجام بده و اونا دست بزنن. اولین کاری نمیست. خب که ایدال من که جزو یعنی سازمان شدم، من چون برتر از دیگر هستم، دیگرها اگر امرای من نیستن یا حرف من قبول ندارن، دیگه از من پایین‌تر هستن. دیگه اون چیز برابر نیستیم با هم. و این متاسفانه رو زمینه را مساعد می‌سازه. دومین موردش که اشاره هم شد در سخنرانی قبلی، ساده کردن دنیای پیچیده ماست. دنیای ما سیاست نیست. زندگی ما، افکار ما، علایق ما، شرایط ما سیاست نیست. ولی انسان یک تمایل داره به ساده کردن هر چیزی. مثلا شما اگه درس بخونید دوست دارین که یک مقدار ساده تر شود که زودتر از نظر ذهنی هست بخونید. اگر در مورد یک مفهوم فلسفی با شما حرف میزنن همچنین. اگر در مورد پیچیدگی دنیای سیاست و اقتصاد حرف میزنن همچنین. ما نیاز داریم به طبقه بندی به معنای هیچ مشکل هم در این نیست. طبقه بندی افراد به زن و مرد، طبقه بندی رنگ ها، مثلا طبقه بندی صنف‌های اجتماعی، این در ذات خود مشکل نداره. مشکل زمانی پیدا میشه که فقط به جای برسه نفر که بگوید یا باور من یا دیگه هیچ چیزی که من میگم حق مطلق است و دیگران کاملا باطل هستند و این به عنوان یکی از روش‌ها این گروه استفاده میکنن. بسیار هوشیارانه از تکنولوژی مدرن استفاده میکنن، از رسانه‌های جمعی فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و امثال هم و ماهر هستند این کار. حتی داخل ویدیو گیم هایی که آنلاین استفاده میشه میتونن که پیام های رمزی خود را بدل کنن. تولید محتوا میکنن، فعال هستند در این قسمت و همونطور گفتم مسئله خالیگاست. اگر
ما میخوایم به هر نحوی به شکل فردی یا اجتماعی یا کشوری مبارزه کنیم، باید خالیگاه باشه. اگه خالیگاه در جای خود بانه، هر کسی دیگه میتونه بیه و از او به نفع خود استفاده کنه. روش دیگه که استفاده میکنن دور کردن افراد از جمع آشنای از اوناست، یعنی از پدر و مادر، از اجتماعی که در بزرگ شدن و این سبب میشه که فرد در برابر دیگران قرار بگیره، در برابر آشنایان خود، در برابر دوستای خود قرار بگیره. یک مقدارش یک بازی روانی هم هست. وقتی شما از جای کنده شدین و در اون نیاز به وابستگی و دلبستگی، اتچمنت در شما باشه، اونا این نیاز برطرف میکنن. خودت در جای این فامیل، خودت در جای این اجتماع قرار میدن و بعد ازش این گروه یا سازمان میشه خانواده فرد و حرف از اونا گوش میدیم، به اونا تعلق پیدا میکنیم و جلوی از اونا رو میدیم. پیشگیری و مقابله در دو بخش تقسیم میشه. یکی مبارزه و مقابله است که میتونه کوتاه مدت باشد. مثلا یک سازمانتون رو شکل گرفته، در برابرش یک سازمان میانه رو شکل بگیره. در اینجا زمینه‌های فراهم کردن گفتگو، استفاده از مثال‌های افرادی که در گروهایتون رو بودن ولی حال برگشتن و به زندگی عادی ادامه میدن، یاد گرفتن از تجارب از اونا، شنیدن از اونا و از قصه‌های از اونا. در این موارد کیس‌های زیادی هست. انعطاف پذیری خود اجتماع که اگر فردی رفته ولی حال میخواد برگرده به نحوی ما هم سیاست نبینیم و آغاز خود باز کنیم و اونا رو بپذیریم و از اشتباهاتشان بگذاریم ولی اونا رو به عنوان درس در آینده استفاده کنیم. پیشگیری یا وقایه یا پرونشن از این باز سخت‌تر است. این هم دراز مدت است، هم بسیار کار کلان است. با خاطر از اینکه من مشخص بگم مورد افغانستان به زور هیچ کس نیست. از نظر یعنی سازمانی اگر فکر کنیم هیچ حزبی، سازمان، گروهی متاسفانه به تنهایی نمیتونه کار بکنه. در اونجا قدرت‌های بسیار بزرگ دخیل هستند و رسالگی هم دست بر نمیدارن. به عبارت فقط باید واقع‌گرا باشیم که همین چیز اتفاق میفته ولی زمانگیر هست. به این معنی نیست که نباید کار کنیم. کار حتما مفید است و میتونه مثمر ثمر باشه، ولی نباید ایدئال هم باشه در این قسمت. یکی به خاطر همین پیچیده بودن قضیه یک و دومی که تندروی هیچ وقت ریشه‌کن نمیشه. در طول تاریخ که بخوانیم در زمان یک قرن یا دو قرن بعد از ظهور اسلام هستند، خوارج از جمله گروهایی بودن. اگر ما مسلمانای رایج وقتتون رو بگوییم باز خوارج یک چند لایه از اینا بدتر بودن. در بین مسیحیان اگر ببینیم همیشه که در دوران جنگ‌های صلیبی همچنین، در بین یهودی‌ها، در بین هر دینی، در بین هر ایدئولوژی که بریم، کمونیسم، حتی کاپیتالیسم، ما تندروهای خود داریم و این ریشه‌کن نمیشه ولی میتونه کمتر شود، تلطیف شود و تا تحت مدیریت بیاد. در این حد من میخواستم چند عامل بگویم، چند روش بگویم و یک درای جلوگیری شه. تشکر.